یه روز تعطیل مسخره‌ای بود تا اینجای کار. میبینم که ترکیب همون قهوه کار خودشو کرده و من انرژی دارم. درسته که خوابم برد امروز، یه بخش زیادیشو از دست دادم، ولی خب بقیه روزم خوب بود. خوشحالم. امروز صبح روز تعطیل بلند شدم و 1000 تا برنامه واسه امروز چیده بودم. دیروز بیدار که شدم، چون که دیشب خیلی خوابای زیادی دیده بودم، همش تنم کوفته بود. صبحانه رو خوردم، یه سبد خرید توی احمدی درست کردم، بعد دیدم هم اینطوری هی داره خوابم میبره. گفتم که امروز که تعطیل کمن جون، بیا بگیر بخواب، اشکال نداره، بذار باقی روز سر حال باشی. خوابیدم تا ساعت 3:30، از فکر کنم 9 صبح. خیلی بده بچه ها، اصلا یه حالی بودم وقتی بیدار شدم. بعد تازه من دیشب خوابیده بودم، چون که یه عالم خواب دیده بودم، خسته بودم. این اصلا داره ضبط میکنه. امروز که خوابیدم دوباره یه عالم باز خواب دیدم، بازم همونجوری نفله بیدار شدم. بعد پا شدم یه شکلات خوردم، الکی واسه خودم اینستا گشتم، ساعت 3 رو کردم ساعت 4 خورده ای و الان با یه لیوان قهوه دسته شکسته در خدمت شما هستم. نشکسته ها، چسبش شل شده، نمیچسبوندینش دیگه به این. متوجه شدین؟ امشب گیم نایت داریم با دوستام، بچه های محل کار قبلی من تو اثر. خیلی باشون بهم خوش میگذره. بعد من امروز ساعت 7:30 تا 9 شب کلاس زبانم دارم. گیم نایتمون هم دقیقاً از 7:30 شروع میشه. بعد من گفتم که من میام اونجا، محلش توی دفتره، محل کار قبلیمونه. گفتم که میام اونجا تو اتاق خانم مهندس بشینم، من 7:30 تا 9 کلاس باشم، بعدش به شما بپیوندم. میخواستم یه چیزی درست کنم امروز، میخواستم یه نوسیر فوق‌العاده که تو ذهنم قشنگ واسش برنامه‌ریزی کرده بودم و درست کنم. بعد دیگه الان وقت نمی‌کنم که، یعنی اومدم اون خمیرشو در بیارم، دیدم که این اصلا حتی یخش باز نمیشه تا موقعی که من میخوام از خونه حرکت کنم. بعد دیگه فکر کنم که یه چیزی بخرم. خیلی خوابم میاد، باید همومم برم، زبانم هم باید بخونم. اصلا چه روز تعطیل مسخره‌ای بود تا اینجای کار. خوابیدم این همه. خیلی حالم خوبه بچه ها. خوبم، نخواده بد نیستم. گیم نایت داریم، خوشحالم، ولی نمیدونم چجوری پاشم برم همون دیگه. اینجا وایسادم حرف میزنم چی؟ قهوه‌ام بخورم. گل در اومده از همون، کمر خانم در اومده از همون. لباسم بود که بپوشم دیگه، آمادم که زبان بخونم. بذار براتون از این کارا کنم. بچه ها رژ قرمزم زدم، هم برای اینکه زیباتر بشم، همین که وقتی رژ میزنم یکم احساس جدیت هم میره بالا. نمیدونم رو چه حسابیه، ولی مثلا انگار آماده شدم که مثلا یه کار مهم رو انجام بدم. بریم درس بخونم. قبلش لباسا رو میخوام بندازم ماشین لباسشویی. کوه لباسا. خیلی وقتی از سفر اومدم لباسام نشستم، قبلش هم این سر چیزا رو نشسته بودم. حالا نه که فقط مثلا میرم سفر لباس نمیشه، همیشه وای میستم این کوه میشه. همونطور که ملاحظه میکنین من روی این چهارپایه درس میکنم. ببین رو همینم ویدیو ضبط میکنم. کلا این چهارپایه خیلی پرکار برده. بچه‌ها راستشو بگم، من از خواب که بیدار شدم احساس کردم شبیه اون روزاست که قراره همشو تلف کنم. بعد گفتم پاشم ولاگ بگیرم که از شما یکم خجالت بکشم، یکم پروداکتیو باشم. اینم کتابمه. خیلی خوشحالم که قراره از نیمه مهر کلاس 1 جلسه در هفته داشته باشم. طوری حداقل میتونم تمرین کنم. الان فقط هر بار میرسم که جلساتو ببینم به زور. تازه اونم میبینم که ترکیب همون قهوه کار خودشو کرده و من انرژی دارم.
خب من یکم زبان خوندم، میخوام که واسه بچه ها دیپ ریحون درست کنم. بریم آشپزخونه. افتادم خودم میافتادم هیچی. این اگر میافتاد من خودمو خیلی ناراحت میشدم. بچه به نظر من دیپ ریحون یکی از ساده ترین دیپاییه که آدم میتونه همراه خوش درست کنه و تنها سختیش مرتبط با شستن ریحونا. شلوغی اینجا رو به شلوغ نبودن خودتون ببخشید. ریحونا رو اینجا فرو میکنیم. البته به نظر من اینجا خیلی هم شلوغ نیست، داشتم تعارف میکردم. یه حبه و نیم سیر میریزم. خودت گل، پیرنت گل، لیموتم گل. به زور یکم زست ازش اومد بیرون، فقط رنده رو کثیف کردم به نظرم. بچه هر وقتی که من لیمو رو آبشو میگیرم بعد به این صورت میخورم. خب این آماده است. خواستم از امشب براتون ولاگ بیشتری بگیرم ولی بعد با پریسا صحبت کردم. پریسا گفت شاید بچه‌ها معذب شن، بخاطر همین میخوام فقط از خودم بگیرم، از بقیه نگیرم. چون که وقتم یکم تنگه و میترسم که کل زبان خوندنم با استرس باشه، میخوام لباسایی که شسته شده رو پهن کنم، واسه امشب لباسمو پیدا کنم بپوشم، بعد بشینم زبان بخونم که دقیقاً رأس ساعت بلند شه. کاملا این مشکی خوبه ولی یکم گرمه فکر کنم. این که راحت نیست، این راحته ولی چروکه. از اتو کردم بیزارم. اینم میتونم بپوشم ها. خب من لباسامو پهن کردم، الان میخوام بشینم زبان بخونم. ساعت 7:07 باید دم در باشم و فکر میکنم که 7 حرکت کنم 7:07 میرسم به اثر. نارنگی و هلو خریدم. یکم هم دیر کردم. باد خنک میاد. آره اینجا یه باد خنکی میاد. ما میدونیم به این چیز کنیم. I was terribly scared. So you know that if you watch horror movies, you would be scared to death. So why do you do it? Huh? So I think it's kind of masochism that people enjoy watching horror films at night, especially at night. We can do it in the midday. I mean, at midday, at least. At midday, it's not that much fun. Less scary. I personally don't prefer to watch scary movies, but my friends really tend to watch it with me because of my reactions. When I was a teenager, I remember. در اصل این عدد داره باید چیز داشته باشه. منچ خواهش میکنم کارتاتون رو نشون بدید. خب من برگشتم. گیم نایت نسبتا متوسطی بود. به من احساس میکنم تنهایی بیشتر از بقیه خوش گذشت، چون بقیه هم خیلی گرمشون بود، چون اونجا کولر خراب بود. همین که وایساده بودن تا من کلاسم تموم شد بعد بازی رو شروع کنن. بعد شروع کردن صحبت کردن و صحبتاشون رفته بود سمت
غم و غصه و اینجور چیزایی که کلا همه مودشون پایین بود دیگه. حالا ولی من احساس میکنم به من از همه بیشتر خوش گذشت. این اضاف اومد، بچه ها دادن به خودم اونجا، مثل این که فردا نمیخوردن. اینم اضاف اومد آوردم خونه. از اونجا چون خیلی گرم بود، من قبل از اینکه برم سر کلاس دیدم که پریسا داره آیس کافی میخوره. بعد منم گفتم منم آیس کافی میخوام. بعد خوردم. الان کاملا بیدارم، واید اویک، کاملا بیدارم. نمیدونم با این انرژی باید چی کار بکنم. چند تا کار میتونم بکنم. یا غذا درست کنم فیلم بگیرم که نمیدونم دقیقا چی میخوام درست کنم، یا اینکه کتاب بخونم یا زبان بخونم. حوصله ندارم این انرژی رو صرف مرتب کردن بکنم. میتونم این ولاگ رو تموم کنم برم ادیتش. آقا برنامه عوض شد. دوستان قراره بیاد بریم دار بزنیم. بعدش اگر که خوابم نگرفت کتاب میخونم بعد بخوابم. فعلا خدافظ، لالای لالای لای، دارم میرم به بیرون. دیشین دیشتر دیدین دین لالای لالای لای لالای لالای لالای. با این میتونم برم. خب ما رفتیم یکی دوری زدیم، یکم آهنگ جالب گوش کردیم از یه آقای جدیدی، اسمش یادم نیست ولی بعداً دارم ادیت میکنم سرچ میکنم میگم. یکم خمیازه‌ای شدم، خوبه ولی مطمئنم که برم تو تخت خوابم نمیبره. یکم هم گشنمه، 2 تا کوکو گذاشتم گرم شه دیگه. الان میخوام کتابمو بخونم تا قشنگ خوابالون شم. درسته که خوابم برد امروز، یه بخش زیادشو از دست دادم، ولی خب بقیه روزم خوب بود، خوشحالم. کتاب بخونیم، کتاب بخونیم، لای 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 لای، کتاب بخونیم. تو کجا خونده بودم، تو کجا خونده بودم، فکر کنم چپتر 1 رو تمام کرده بودم. The invincible power of choice. It is the ability to choose which makes us human.